بسم الله الرحمن الرحیم. ویدیو چهارم است. در قسمت داشبورد هستیم. در اینجا از طریق ادمین ما میتونیم تمام پروژه خود ببینیم و ضمن از او پیشرفت و حساب چقدر فیصدی پیشرفتش ببینیم، میزان پیشرفتش و همچنان مقدار پولش و غیره موضوعات. نیاز نیست که بیشتر جزئیات بپردازیم. میخوایم بریم در بخش صفحه پروژکتس. در صفحه پروژکتس یا پروژه ها ما تمام پروژه خود در دسترس خود قرار در دسترس داریم، میتونیم ببینیم و همچنان میتونیم ادیت کنیم، دیلیت کنیم یا اینکه ضرورت نیست هایدش کنیم هر رقمی که شما علاقه‌مندی داشتین. و ضمن از او اگه ما بخوایم یک پروژه جدید داشته باشیم، بالای اد پروژه کلیک میکنیم. در اینجا یک پروژه را انتخاب میکنیم. به طور مثال کابل نیو بیلدینگ یک نام از طرف خود نوشته میکنم. مثلا میگیم که بیلدینگ یا ساختمان جدید کابل و این اوتو جنریت است و وقتی اوتو جنریت باشه ضمن از اون ما اینجا انتخاب میکنیم که چقدر مقدار پولش باشه، یعنی بجتش انتخاب میکنیم. بجت زیر میگیم که $100,000 انتخاب میکنیم. اینجا افغانی است. این آپشن منظم تر ساختم به اینکه یکی خواه از اینجا ما ریت مشخص داریم. مثلا شما روزانه وقتی میگین اینجا 55 تعیین شده، مثلا شما روزانه هر روز کامل 64 تعیین میکنین، هر چیزی که تعیین میکنین اتوماتیک با تغییرات در تمام سیستم میاد. چون ما فعلا این انتخاب کردیم افغانی، ای از دیتای قبلی میگیره بنابراین که 55 ما اینو تغییر میدیم 65 64 نه 65 حالا که 64 است. وقتی که ما صرف تو دی کرنسی بزنیم اتوماتیک ای هم باز ان شاء الله تغییر میخوره بعد از اینکه ثبت کردیم. دوم یک بجت است که ما بعد دلار نوشته کردیم و همچنین لوکیشن است. لوکیشن خود نوشته میکنیم. به طور مثال برکی اسکوئر کابل افغانستان هم اگر نوشته کردیم چی بهتر که نظر به این آدرس ما باز گوگل مپ بر ما چی میکنه، این اتوماتیک دیتکت میکنه و ضمن از اگر دقیق نبود باز میشه که از طریق مپ انتخاب کنیم لوکیشنش. در اینجا اگر جزئیات میخواین اضافه کنین که بسم الله که نمیخواستین سیو بگوین، سیو بگین پروژه کرییت میشه. اما اگر بیشتر دوام جزئیات میپرداختین به طور مثال کلاینت ما کی است، کلاینت ما نوشته میکنیم که محمد عمر یا بالاخره انتخاب کردیم نامش و این بیلدینگ است، رود است، بریج است، هر چیزی که شما باز انتخاب کردین بیلدینگ کانستراکشن است، مربوط به برانچ کابل میشه و از ضمن از اون تاریخی که شروع کردیم تاریخ یک مقدار تغییرات آوردیم، تاریخ نسبتا بهترتر ساختیم. به طور مثال ما وقتی که انتخاب میکنیم 28 این اتوماتیک بر ما سال هجری شمسی یا هجری خورشیدی رو بر ما چه میکنه نشان میده که 6405 یعنی 6845. همچنین این در قسمت بر ما و جزئیاتش نشان میده که ما مشکل به مشکل بر نخوریم. اگر میگن این تاریخ به میلادی ثبت نشه به هجری ثبت شه اتوماتیک این رو تغییر میدیم و این میگه که 28 جولای 2026 میلادی. یعنی این شیوه است که من بالاش کار کردم نسبتا بهتر است. به طور مثال جولای، اگست، سپتامبر، نوامبر، آخر نوامبر تا آخر نوامبر اوکی میگیم. یعنی بر ما استارت دیت و اند دیتش تعیین میشه و اینکه حالت پلانینگ است یا پلانگذاری در انتظار تمویل فعال کدامش است. ما فعلا در بخش پلانگذاری هستیم و اگر کدام استاتس جدید میخواستین شما نوشته کنین از طرف خود استاتس. چرا هر بخش اینایی رو که شما میبینین اینا کلش چیستن ادیتیبل هستن. در صفحه کجای یک صفحه است به نام رجیستری باز انشالله بر شما تشریح خواهد داشتم که در قسمت رجیستری آپشنز رجیستری تمام اینا چی میشه ادیتیبل است، میشه که شما تغییر بدین بر دلخواه خودتون اما متنش بنویسین. دیسکریپشن میشه بیلدینگ فار به طور مثال رزیدنس. امیدوار هستم که ادبیاتش اشتباه نکرده باشم. پس مرحله اول ما چی هسته که ما در تب جدید که essentials هست ما اطلاعات خود اضافه کردیم و میگیم create and continue. وقتی که به ما create and continue میگیم بر ما رو به مرحله دوم یعنی در بخش فایننسینگ میبره که ما فایننس خود را تعیین میکنیم. اگرچه اتوماتیک ذخیره شده به طور مثال وقتی ما به قسمت پروژکت سایت ما داریم اینجا به نام کابل آفیس تاور هم هست. بخشیم به نام چی گرفته بودیم چون به اساس برانچ کابل گرفته بودیم اینجا هیچ اطلاعات بر ما نمورد. ما به اساس برانچ حساب
هرات بودن اونا، چون کابل رو انتخاب کردیم پس دوباره آمدیم در برانچ کابل خود. پس به نام کابل نیو بیلدینگ چیست ما اینجا پروژه خود داریم و ایره چی میکنیم دوباره ادامه میدیم. ادامه که بدیم به این معنی ما میریم در قسمت فاینانشال. در بخش فاینانشال چی است؟ The company itself is a participant. آیا کمپانی کلش خودش میپردازه یا اینکه ما انوستورا داریم؟ نه خیر، ما استاد عبدالحمید داریم به نویس انوستور، تقریبا دمی 100,000 دلار ما 10,000 دلارش هم میپردازه وقتی که پرداخت. دوباره اینجا امروز چون او روز قبلی بود امروز 63 شده دلار. و پروفیت چقدر شده؟ پروفیت ببخشید منظورم فیصدی که اینا تعیین شدگی دارن به طور مثال 0.5% یا مثلا 3%. دو دیگه نظر به توافقی که شما قبلا شما یادآور شدید عد میگیم. یک اینوستر ما اضافه شد به نام استاد عبدالحمید. دوم افراد دیگه هست به طور مثال شرکت مدنی غوریان، اینا همچنان میخواهند اینجا شرکت بکنن. زمانی که ما پول از اینا میخواهیم به طور مثال میشه 65 دلار شده. و کپیتال چقدر پرداخت میکنه؟ اینا هم میگیرن 20,000 دلار پرداخت میکنن. 1 2 3 4 20,000 دلار و چند فیصد؟ اینا توافق شده از قبل 6% چی میکنن؟ توافق دارن و 6% امی افرادی که در اینجا موجود هستن بالاخره کار میکنن. پس یک اینوستر دیگر هم اضافه میکنه که انجینیر علی است که ما اگر متوجه شویم 10,000 20,000 یک 50,000 یعنی پوره شود 20,000 دلار دیگر هم میپردازیم. 20,000 دلار که چند فیصد پروفیت داره؟ اینا نسبتا بلندتر 10%. پس به منظورم سهمشان در می پروژه از فایدهش عد میگیم. وقتی که عد گفتیم سه به حساب انوستر داریم و همچنان کمپانی هم ممکن خودش اینوست کنه یا 50% اتوماتیک انتخاب کنه. واسه از این موضوع با هم بشینیم صحبت کنیم، موضوع از شما بگیریم باز حل میسازیم. دوم نکست گفتیم. نکست چی از بخش ورک بریک داون است. ما کارهای خود بریک داون میکنیم، تاسکای خود مشخص میسازیم. مثلا تاسک اول ما چی از بخش پلنینگ یا مثلا سروی است که چی را سروی کنیم. فقط فعلا اتوماتیک سروی میگم. در بخش فاندیشن از در بخش جنرال یا عمومی یا هر بخشی که شما انتخاب میکنین گفتم براتون اگر نیست دیگه اضافهش بکنین اینجا اتوماتیک اضافه میشه. بالای سیستم خیلی زیاد کار شده ان شاء الله که تمام موارد در نظر گرفته شده. در قسمت جنرال انتخاب میکنیم اساین تو مثلا نامش نوشته میکنیم یک شخص به نام علی احمد. اگر شما میگفتید نه اینجا علی احمد از جمله کسایی باشه که امپلوی های ما باشه ان شاء الله ما در لیست امپلوی تا اضافه میکنیم. پس چی میکنیم؟ اد میگیم. یعنی قبل از اینکه ما سیستم آماده بسازیم پروژه را پیش ببریم نیاز است که ما علمی افرادی که در این سیستم کار میکنن در این پروژکت امروی ما کار میکنن تعیین شود. مثلا بخش دیگه چی است؟ تهداب است. با فارسی نشته میکنم تهداب. در بخش تهدابش ما چون بیشتر در این مورد نمیفهم محمد علی ایران انتخاب میکنم مثلا یا محمد عمر انتخاب میکنیم به خاطر یک بیشتر نام علی بود دیگه اد میگیم. اتوماتیک به این الفاظ فارسی هم میشه که ما مثلا اضافه بکنیم و همین شکل دیگه موضوعات شد به قسمت ورک بریک داون خود کار میکنیم که در بخش تهداب در بخش سروی نمیدونم بخش های دیگه چون ما در قسمت پروژکت می پروژه را که سید کردیم پس برمیگردیم میشه. ما مثلا پروژه بخش آل برانچز انتخاب میکنم که از تمام برانچ ها اطلاعاتش بر ما بیاید که بر ما هم کابل باشه و هم هرات و بعد از این باز آمدم در قسمت پروژه کار خواهد کردیم. این کابل بیلدینگ وجود داره. و در مثال در بخش ورزشگاه فوتبال هرات میایم در قسمت ورک بریک داون اطلاعاتی که در بخش ورک بریک داون بر ما تعیین شده اضافه شده اینا میخوایم یک کمک شریک بسازم. مثلا بخش اسکلت است. صحیح؟ در بخش اسکلت این مثلا چون میگم لغت های ایرانی استفاده کردیم اسکلت فلزی به طور مثال سایبان یا بالاخره تریبیون غربی و نمیدونم شرقی یعنی اینی شکل ورک بریک داون است که ما وقتی که اینا کارا را اجرا میکنیم به میشه شکل اضافه میشه که تیم سروری است، تیم نلدوانی است، تیم برق است که شما میشه که با اینمی اطلاعات یک دفعه خودتون آماده بسازید. اگر میگین که نه این چیزا ضرورت نیست هیچ مشکل نیست، شما را چی کنین اضافه نکنین. ما قبلا بر شما موضوع فاینانشال انتخاب کردم. اینجا در پروژه هرات ورزشگاه فوتبال هرات این قدر فیصدی ها مثلا اینوستورها را من اضافه کرده بودم
و همچنین در بخش ورک بریک داون اینی پروگرس ها و اینمی موضوعات تاسیسات و محوطه و که نازکاری و نمیدونم چی و چی، یعنی در قسمت ورک بریک داون اضافه کردم. و همچنین در بخش سایت اپریشن میخوایم اطلاعات داشته باشیم که در هر بخش ما یک اپریشن داریم، یعنی این ورک بریک داون است که به شکل جمعی است، ولی سایت اپریشنز عملیاتی که در مون ساعت صورت میگیره اینی در چی میشه اضافه شده میره. یعنی انجینیر ساعت وقتی یک کار میکنه این بخشا را اکسس داره و میتونه بگه که اینی کار کردم اینی کار کردم. و همچنان مهمتر از این چی است که یعنی پروگرامی است. پروگرامی را اگه ما ترجمه بکنیم بر ما به حساب پروگرام کاری خود بر ما میگه که ما چی کارا کردیم، کدام کارا و کدام میزان پیشرفت شد. اولین کارش چی بود؟ قرارداد بود، موبیلایزیشن، سروی توپوگرافی و تست خاک. شاید بگوین که عملیات ساحه و تفکیک ها خیلی چی فرق داره. درست گفتین، این زیاد طولانی شده، اما ما در حساب استانداردی که در حساب شرکت ها ساخته میشه این سه موضوع رو ما در نظر گرفتیم. ان شاء الله که چی فرق داره شما خودتون بهتر میفهمین. یک بار سیستم مراجعه بکنین. اگر میگین نه ضرورت نیست قدر موضوعات، یعنی سه دانه رو ما مکمل حذف میکنیم، مستقیم میریم سر بخش روزنامه‌چی ساحه که ما مثلا آمدیم در قسمت زمین اصلی فوتبال در تریبون غربی، تریبون شرقی که نمیدونم در کجا چی کارا کردیم، این موضوعات کلش ما میتونیم تغییرات بریم. مثلا در این تاریخ امروز در ساحه که مثلا مربوط میشه به زمین اصلی فوتبال، هوایی که آفتابی بود، به خاطر هوا مهم است که نظر به او باز ما بفهمیم که چرا کار ما سریع بود یا چرا کار ما ضعیف بود. 4 دانه کارمند مثلا آمده و در قسمت کار انجام شده چی کار شده. به طور مثال فلزکاری بخش خارجی، فلزکاری بخش دروازه خروجی دخولی، هر چیزی که شما خوشته اگر زمین اصلی فوتبال است یا داشته اگر چیزی برای نوشتن باشد در نظر میگیره که چیزی برای نوشتن دیگه این رو ذخیره میکنیم. به این شکل تمام این کارهایی که ما در جریان روز اجرا میکنیم به حساب روزنامه‌چه ساحه این اتوماتیک دیگه چی میشه درج میشه. پس این رو میگن روزنامه‌چه. شما باز نظریاتتان بتین که اگه ما اشتباه پیش میریم یا بالاخره اینی سه دانه ضرورت نیست، این دو دانه ضرورت هست یا ای که شما کدام طرح خوبتر برام میدین، ما این رو همون شکل براتون اجرا میکنم. و بخش بعدی که ما پیش میریم چون پروژه کابل نیست اما ما میخوایم اینو پیش بریم. بطور مثال در قسمت سایت دری یا روزنامه‌چه را ما کارش خلاص کردیم. بخش دیگه چه ساب کانترکتورز هست یا ساب کانترکتس هست، کسایی که به حساب ساب کانترکت هستن با ما، استادایی که مثلا کار میکنن به شکل رنگ مال میباشن یا سنگ کار میباشن متراژ، به شیوه ما اینا را اسمشون چی میکنیم اضافه میکنیم. مثلا مثلا یک ساب کانترکت ما چی هست؟ استاد شفیع انتخاب میکنیم یا استاد نظیر انتخاب میکنیم، چون اینا به خاطر اسمشان دیگه مهم است که نظر به کارشان از ما پول میگیرن. وقتی که پول میگیرن نیاز است که اینجا موضوعاتشون اضافه شه. اگه نه اضافه میکنین به شکل اد نیو میگیم. در غیر از تمام ساب کانترکتورایی که در قسمت از پروژه ما کار شده اینا کلش اینجا لیست هستن، و کسایی که پولشان پرداخت شده و کسایی که پولشان پرداخت نشده. به طور مثال اینی آدم 4,51,000 پرداخت شده، اینیش ادوانس 50,000 گرفته. و همچنان اینی افراد یا اگه ما بخوایم برشان بپردازیم به شیوه ما میگیریم برشان پرداخت میکنیم که در قسمت پرداخت ها صحبت خود داشتیم. در مجموع در خود پروژکت هم ما میتونیم این کارا رو بکنیم و خارج از پروژکت هم در قسمت به حساب چی نام داره در نیاز نیست که ما تنها در بخش ایجا بیش پس ما مثلا در قسمت پوینت پاردن سب کانترکتورای خود میتونیم اینجا اضافه هم بکنیم و همچنان میتونیم اینا رو ببینیم و همچنان میتونیم اینا رو به این شیوه که مستقیم ما رو بیاره در حساب استاد ولی و غیره این موضوع، یعنی پیمنت هم برشان چی کنیم بپردازیم. یعنی در مجموع از چندین طریق میتونیم به پرداختای خود داشته باشیم. کما که شاید موضوع پیچیده تر شده باشه شما نظریات خود بر من شریک بسازین که چگونه پیش میریم. پس ما میایم کابل نی بیلدینگ خود اضافه میکنیم همین شکل سایت دایری و همچنان ساب کانترکتورای ما در این پروژه کی ها باشن انتخاب میکنیم که ساب کانترکتورای ما مثلا ما در قسمت منتظر باشین که کمک اطلاعات زیاد لودینگ است چون در سرور به حساب لوکال استیم از خاطر کمک یکم دفعه بر ما مشکل پیش میشه. به طور مثال استاد شفیع است، شماره تماس اتومات آمد، بخش مثلا آهنگری یا هر چیزی که از خودش اتومات انتخاب کرد، شماره تماسش هم دوباره درج میشه.
ایره به افغانی پیش میبره یا به دلار. پس ما با مثلا ببخشید کانترکتش، منظورم کانترکت نه، منظور کانترکتش مثلا 10,000 افغانی گرفته، هر چی که کار کرده اسکوپش چی است، با 20 متر یا 200 متر به طور مثال فلسکاری کرد دیگه، سیخ بندی کرد، نشته میکنیم سیخ بندی کرد. پس این سیو میگیم همین شکل. استاد شفیع هم شد، پولش هم اضافه میشه و باز فردا پرداخت و غیرش بعدم صحبت میکنیم. در قسمت دیگه همین شکل که دیگه سب کانترکتورهای خود اضافه کرد میتونیم. موضوع دیگه که شما قبلا بر ما گفته بودین موضوع اکاونتس است که ما گفتیم که به طور مثال ما پول نداریم، همه کسایی که قرار است که بر ما پول بپردازن اونا هم بر ما پول نپرداختین و بودجه خود که شرکت هم نیست، ما از کسی قرض میگیریم. پس ما اکاونت دیبت کردیت میگیم، ما رو مستقیم میبره در این قسمت. به طور مثال خانواده رئیس، صرافی شهزاده، عزیزی بانک، فرامنی، احمد، محمود، از هر کس ما میتونیم که قرض بگیریم. یا ای که یک فرد نو میه به طور مثال از پسر کاکای خود میگیریم، پسر کاکا، بس پسر کاکای خود این شخص است، شماره تماس و غیرش نوشته میکنیم چی است، پسر کاکا. بس خیر از کاکای رئیس نوشته میکنیم. ببخشید باشه که فارسی و ایجا فارسی افغانستان. پسر کاکای رئیس خیلی نامش رو نوشته میکنیم، محمد جواد. در این قسمت آدرسش نوشته میکنیم، مثلا مثال کابل واچی خیرخانه. یک قسمت هستن دیسکریپشن، سم دیسکریپشن داشت نشته میکنیم که باز هر جزئیاتی که نیاز بود شما باز اضافه بکنید، سیو میکنیم. این آدم نو هسته، اسمشان به نام جواد است، این شخص آمده و اینا گفتین که اگر هر چیزی که امر خدمت باشه ما انشالله در خدمت هستیم. گفتین خیری بینی که در خدمت هستی. پس محمد جواد چی کار میکنه؟ کلیک میکنه میگه محمد جواد من خب پول ضرورت دارم، به کجا؟ در پروژه انتخاب شده کجا؟ کابل، کابل نیو بیلدینگ انتخاب میکنم. میگم که ما پول میخوایم بگیریم از این آدم، مثلا ما 50,000 دلار ضرورت دارم. به خاطر چی 50,000 چند مثال از یک کس دیگه گرفتیم، من خودم ندارم، از 50,000 دلار. و دلار هم امروز چند است؟ قیمتش 65 نیست، دلار بیخی بالا رفت، 75 شده. و این به خاطر ست تو دیریت میزنم که ممکن اینجا برای ما also the save rate for this currency این اجازه نمیده. شاید از موقع هست بالا میشه. در مجموع 50,000 دلار از پیش از این تاریخی که امروز است، یا بالاخره اگر تغییرات میورین آیا 400 بود یا به طور مثال اشتباه شده، مو حتما ما این کلیک میکنم میگن که نه 300 میتونه اتوماتیک 300 انتخاب میشه. آیا کش گرفتیم یا از طریق بانک؟ مثلا کش انتخاب میگه 100% گرفتی، بله گرفتیم. دمی پروژه ریسیفت بای مثلا با کی پرداخت کرده؟ به فیصل برادر رئیس به این پرداخت کرده. و به اساس چی؟ به کدام به اساس؟ به خاطر نمیدانم که ما یک بار ببینیم ترجمه از این بیسیس خواهم، من به اساس ما نمیتونم بازم مبنا یا اساس به ما اساس شاید قرض نوشتم یا هر چیزی که شما باز میفهمین. اینجا مو اتچمنتی که به حساب پول پرداخت کرده یا دریافت کردیم ایره نوشته میکنیم. به طور مثال ما میایم یک دانه چیزی که آسان‌تر انتخاب میکنیم، ایره تعیین میکنیم یا اتچمنت است، ایره چی میگن؟ سیو میگیم. وقتی که سیو گفتیم به اندازه 50,000 دلار ما از این شخص چی کردیم؟ قرض گرفتیم، اتوماتیک قرض گرفتیم. و اگر جزئیاتش هم بخوایم کلیک میکنیم محمد جواد دوباره در به خاطر پروژه بیلدینگ نیو چترکایی بر ما پول آمده. پس که آمده میتونیم میرم تا استیتمنتش به کسی ارسال بکنیم بنویسیم و امثال هم. پس ما چی شد در قسمت پروژکتس؟ ما در پروژه کابل از جواد چی کردیم؟ پول قرض گرفتیم. پس وقتی در قسمت اکانت میم امو مقدار، یعنی در خود راپور عمومی چی نام داره پروژه ما اینجا نوشته میشه که شما با محمد از محمد جواد به مقدار 50,000 دلار چی کردین؟ پول قرض گرفتیم. و بالاخره ادامه میتیم همچنان متریالات. چیزی بسیار زیاد مهمتر، چیزی مهمتر در اینجا برش تشریح میکنم که متریال است. مثلا مثال دوباره ورزشگاه فوتبال ایراد انتخاب میکنم. در این قسمت ما دبت کردت پول و گپا را مثل که اینجا دیده بودیم در یا موجود است که وعده همکاری تا هنوز نرسیده و این مثلا از خانواده رئیس پول قرض گرفتیم. plans and materials است. اینا رو ما آمدیم در اینجا هر آن چیزی که ضرورت داریم در یک پروژه خود اول پیش از پیش می نویسیم.
ما ویبراتور کانکریت ضرورت داریم 4 دانه. ما فرغون یا چرخ دستی گفتی شما ها منظور است ما کراچی میگیم کراچی 50 دانه و همچنان بیل است و چقدر ضرورت تمام ضروریات اولیه خودش می نویسیم حساب ببخشین اکویپمنتس و ویکلز و همچنان بخش متریال چقدر ما در قسمت مثلا خشت سمنتی ضرورت داریم، چقدر پایپ ضرورت داریم، چقدر پروفیل آلومینیوم ضرورت داریم، رنگ چقدر ضرورت است، سیخ چقدر ضرورت است. الف تا یا دیگه موجود است. اگر ما بخوایم یک چیز جدید اضافه کنیم مثلا ما یک موتور ضرورت داریم یا یک موتور پمپ ضرورت داریم انتخاب میکنیم در ست، اینا تمامشان در ست ما موجود است. در سطحی که ما مثلا سطل ضرورت داریم یا هر آن چیزی که شما علاقمندش هستین. من نمیدانم که کدام مثلا یک موتور باربری من اینجا نشته میکنم که 10 دانه برم من چی کنیم ارسال کنیم. وقتی 10 دانه ارسال میکنم انتخاب میکنم 10 دانه بر من چی شد اتوماتیک اضافه میشه. این موتور باربری ترک 10 دانه چی شد اینجا بر من اضافه شد. دیگه امثال هم چون 10 دانه اینی پمپ آب دیگه بر ما اگه ببینین این نوشته است available 7 یعنی 7 دانه اویلیبل است. من نوشته میگم 14 دانه من پمپ آب ضرورت دارم. وقتی رد میگویم بر من اجازه نمیده به خاطر میگه شما در پمپ آب 7 دانه دارین چی گونه تو قرار است کار بکنی. پس من پمپ آب برش میگم که بر من چند دانه باشه 1 دانه. وقتی 1 دانه انتخاب میکنم پمپ آب من از 7 دانه به 6 دانه باید تغییر بکنه. خیر است یک ریفرش کنیم باز می 6 شد اینا خریدین مرا کم نآورد. اویلیبل چند است 6 دانه اکویپمنت داریم. یعنی مکمل با سیستم ما که در قسمت سایت منیجمنت نه در بخش ببخشید پریکورمنت اند اسیتس اینجا در ویرهاوس ما تمام موضوعاتی که هست اوجه چی میشه لیست میشه. مثلا چند دانه از این باقی مانده چند دانه این موومنت داشته که در قسمت موومنت و غیره شامل تشریحات خود خواهد داشتیم. هم اسید داریم هم ویرهاوس داریم و هم امثال هم. پس ما در قسمت پروژه ها این موضوعات مد نظر گرفتیم که گفتیم در قسمت اکاونت شما موضوع حل شد و همچنین در قسمت پلانت اند متریالز که ویکل میخرین یا کتاب خلاصه هر چیزی که به شما ضرورت داشته باشین اینجا چی میکنین در متریال های خود اضافه میکنین. بخش اخیر چی است دراینگ اند داکومنتس. دراینگ اند داکومنتس به خاطر از است که به طور مثال ما اسنادایی که مربوط بشه به پروژه به طور مثال 1 دانه اسناد اضافه میکنیم مثلا قرارداد نیاز نیست قرارداد با کسی باشه اما منظور نیست که نیاز است که ما ادمین یا صاحب کمپانی این موضوعات اینا رو ببینن. این دراینگ ها کانترکت است. کانترکت آن چی گونه است چی است میشه که برای ما بیارین عکسش اینجا انتخاب میکنین. کانترکت ما عبارت است اینی است یک کلان کانترکت داریم میره اپلود میگیم نوت هم اگه ضرورت شد نوتش هم می نویسیم. فعلا ما تنها کانترکت انتخاب میکنم. دوم به طور مثال قسمت انجینرهای ساحل انتخاب میکنم مثلا یک چند قطعه عکس از افراد یا بالاخره از موقعیت یا از لوگو یا هر آن چیزی که شما علاقه‌مند هستین ببینید که چی میه بیاین اینمی کتاب یا بالاخره این عکس که انتخاب میکنم من حیث مثلا چی هست جواز کار به طور مثال یا سیو میکنیم اپلود میکنیم و وقتی که اپلود گفتیم منظم امی اطلاعات ما دیگه چی میشه لیست میشه. هر زمان خواستیم میتونیم که در پروداکت خود پروژه خود یا رو چی کنیم ببینیم دانلود کنیم پرینت کنیم و اینا استفاده بکنیم. پس اینی موضوعات است که بالای دراوینگ ما هم شد و بالاخره پروگرامی هم شد. یعنی پروژه ما به این شیوه ساخته میشه و همچنین اگر این قسمت کلیک کنیم مکمل راپور مکمل پروژه در 1 دانه کلیک ما میتونیم تا مثلا اگر از ما کسی بخواه پروژه تا کدام حد رسیده از اینی برش 1 دانه اسکرین شات میکنین یا بالاخره پرینت میکنین یا بالاخره هر چیزی که شما علاقه‌مندی داشتین اینی میره برش اجرا بکنین ارسالش بکنین خلاص دیگه. اگه ادیت میکردین ادیت هم میشه بعضی جزئیاتش تغییرات بیاریم. در مجموع هر فعالیتی را که ما در این صورت اجرا میکنیم پروگرس ما در چی میشه یعنی به اساس اینمی سایت اپریشن و بریک داون اینمی ها که کارهای ما اجرا شده میره ای چی کار میشه کار ما و طور مثال ما اجرا کردیم به طور مثال in progress done
اینی که دن گفتیم به طور مثال اینمی چی میشه زیاد صحبت نشه، اینمی اتوماتیک پروگرس ما بیشتر و بیشتر تر شده میره چون پروژه ما بزرگ است از خاطر شورم نخورد فعلا. دیگه این موضوعات است که مربوط میشه به که ایجاد پروژه است. و یک چیز دیگه هم در قسمت پروژکت ما میخوایم اضافه بکنیم چنج آردرز است. در چنج آردرز به خاطر این اضافه کردیم تا ای که مثلا ما به ورزشگاه فوتبال ایراد به طور مثال چوکی خریداری میکنیم. مثلا اینجا انتخاب میکنم فعلا به خاطر ورزشگاه فوتبال ایران میگیرم که قبلا اطلاعات داریم. این استاتسش چی است؟ استاتسش ببخشید نه اپروفد است، یعنی کارش پیش رفته روان است. دیگه ما یک کار میکنیم که میخوایم که آردرهای خود چی کنیم تغییرات بیاریم. میخواد اطلاعات سرچ کرد آورد اینجا یک بسیار خفیف معلوم میشه باز بهترش میسازم. در قسمت اینجا اد نیو میگم چی میخوایم میگم تغییر چوکی ها، تغییر چوکی های وی آی پی نشته میکنم. یعنی این چوکی وی آی پی خوشم نامده ورزشگاه فوتبال ایرات است ادیشن میکنی یا دیدکشن یا نو کاست ما میخوایم نه اضافه کنم یا بس بالاخره تغییر بده ایره کی ریکوست کرده اونر ریکوست کرده دیزاینش چنج میکنیم تاریخش چی امروز است ها کاستش چقدر آمده دیگه کاست نامده دیگه صفر آمده به خاطر که تغییر دادیم فقط رنگشه با افغانی و دلارش هیچ مهم نیست دیگه. تایم امپکت است یک 4 روز در بر خواد بگیره requested by owner توسط کی اونر یا بالاخره something نظر به یک مسیج نظر به یک خط نظر به یک چیزی اتچمنت شما تعیین میکنیم میگیم که به نظر بینیمی خط ما گفته بودیم که این موضوع در نظر گرفته سیو میگیم. وقتی که سیو گفتیم این از طرف ما چی میشه ادیشن اضافه میشه به شکل درفت یعنی به حضور همون کسایی که ادمین هستن یعنی این پیشنهاد یا انجینیر میکنه یا بالاخره سوپروایزر یا هر کسی که صاحب همین کار رو ریکوست کرده باز ادمین یا بالاخره هر کسی که شما تعیین میکنین یا ریجکت میکنه یا بالاخره اپروو میکنه میگه درست است انتخابش میکنه اپروو میکنه و این یعنی اجازه داده میشه که این نفر برای خریداری بکنه و جزئیاتش فردا هم ببینه و کل اطلاعاتش اینجا است. اگر کدام اتچمنت که بعد میبینه که کدام نظر به کدام اتچمنت اینجا عکسش میه در مجموع این شیوه است که ما میتونیم که این کار بکنیم همچنین در قسمت رجیستر و همون اطلاعات شما رجیستر یعنی پرینت میکنین یا هر کاری که میکنین گفتم شاید کم و بیش زیاد بیروبار باشه شما نظریات خود داشته باشین نمونه شریک بسازین فقط به خاطر که موقعیتش آمده در قسمت آپشن رجیستری میم در آپشن رجیستری تمام بخشایی که مربوط میشه کلش هم میتونین ادیت کنین مثلا تایپ های کارمنداز هر بخش مثلا در پروژه کاتگوری ها پریوریتی ها اینا کلش قابل ادیت شدن است و یعنی آپشن هایی که سلکت آپشن هایی که موجود است شما ذره ذره میتونین اینجا ببینین پیدا بکنین سرچ کنین یک چیز کل چیزی بر شما چی میکنه میاد. به طور مثال ما اگر در قسمت یوزرز بریم در اینجا رولز داریم رولز خود نخواهد تدریج شد به خاطر رولز از جای دیگه میاد. منظورم پیشتر در داخل پروژه خیلی چیزها بود که ادیتیبل نبودن ما چی یعنی آپشنز بودن سلکت آپشنز بودن ما میتونستیم اینا رو براحتی چی کنیم پیدا بکنیم. به طور مثال در سب کانترکتورا ما چیزی نداریم و میم در قسمت سایت اپریشن در اینجا متاسفانه چیزی نیست وقت شما گرفته نشه. در قسمت بریک داون اینا مثلا پریوریتی داریم که لو میدیم های این پریوریتی یا به طور مثلا جنرال یعنی فاز است در کجا در پروژکت فیز خود سرچ میکنیم جنرال است اینجا فینیشینگ یعنی ما میخوایم تغییرات بیاریم پس میتونیم که اتوماتیک پس برگردیم در قسمت اینجا سرچ کنیم رجیستری در بخش ادمنستریشن رجیستری رو باز میکنیم به نام چی بود من فراموش میشد به طور مثال خلاصه هر چیزی بود از من یادم رفت اینجا شما میتونید تغییرات بیارین فکر کنم استاتس بود چی بود استاتس هر چیزی که بود آین آمده پلانینگ اویتینگ فاندینگ نیر هولد میتونین که یا آپشنش یا دیسیبل بکنین و یا هم چی کار کنین ادیت بکنیم و تغییرات بیاریم. امیدوار هستم که زیاد نشده باشه به خاطر ما هر طرف رفتم تا اینکه شما بفهمین که ما ببینیم چه کار میکنیم و احیانا کدام گفتنی باشه پیشنهاد باشه ان شاء الله که میشنویم. بخیر.